با شما بلیط‌های ارزان لازم باشد؟ با واتساپ آویاکاسه 16 زنگ بزنید. بلیط‌های ارزان و باوریناک است. بیا بدرو این آقای گفتگید. آقای گفتگید خون از میبینی ها؟ خوب بودم. بیرون دیگون کلی ناسه اومدگیان؟ آقای از 3-4 آدم است یا مردکتی یا بچه اومدگی گودکشه کشه اومدگی. بابرا گاوزن همو کلینتور کی فولبین گفت کی یا نفری بدرویان دین دو نفر دروم ده گپو علی شده ایش ای خفا هر شای من خفا خوش میشی فهمیدی؟ هنوز میرم میدرویان. بیا سلام علیکم اکا. علیکم با سلام بین خوبی اکا سلامتی و خوبه همه نظر. خیر بخشش پاندمیه دا. چی خدمت؟ اکا جان خدمت همه کیه اکای فولبین همه بچم همه روزی درست درینگ دم میپره معلمشون در مکتب میگه که نمی درینگ پرده ایسی میره این بچه خودش همین سپرسمن شدم میخواه چی؟ اکا در نظر رایده هم خیلی که سپرسمن شوا میگیم اکای فولبین ای دردش بخیر یه دردی دیگه که همین شوا خواه میکنه این هم خواه چشمش پشتگه میگه که در طرف تابان باش این هم خیلی میگه میگه که در طرف تابان باش میگه آخی پیش دکتر رفتیم نفهمید اگه پیش خود دوارده میشه چی دردی شده باشه این دردی بخیره این بچه تو سیم کارت بیلای خوردگیه سیم کارت بیلای خوردگیه؟ این بچه که کنیم که سوز میشه انا که روز دیگه با کجان نکو اینی دیده این همین دوروی دیلی که دیدی 3 سحر یا دونه میتی هر سحر میتی میسال یا قرآو دور رو میخوره یا انتن پیدا میشه همین 3 سحر ده انتن پر میشه سیم کارت خودش میروید بعد خیلی داده تلفن بته میو نه تلفن دته برای چی؟ نیفزاری میشه مایل اکا گاب نیسته اینا اکا جون اکا فولبین هزار آما بیا پیش اما بیرون نبگو که یا نفری درومدن گیرم مایل بیا نوبت کیه بیا نوبت کیه بیا بدروی ممکنه بدرویم اکا بیا السلام علیکم مرحمت بشید اکا ناره سوزی رحمت همین که بشید ممکنه بشه چی خدمت اینمی اکا جون که اینمی یک مهیرون همیشه سرگردانم یک گاو داشتم در خونم همین یک گاو مایم خونه پیش خونه میرم بگم میبرم گفتم میگم بچه در پیش خونه آیم پیش خونه بردن شاید میدونم گمشی چیشید که سری همو دیگر ندیدیم شه همین تا گمشیده با تعریف اختش نمیدیم تو کیم کجا رفته این خیسته پیش شما اومدیم همین را میدیدین که همین گاوی ما هسته نیسته همین را میدیدین گاوتون چه خیلی بود گاوی ما اکای فولبین جان گاوی سوی بوز بالای پیشونی سفیدی شیت گاوی تو همیجا دای پوچوش هم سفیده ای پدر مادر رحمت پوچوش هم سفیده با دمش کمتر بریدگیه دمش بریدگیه گوشی سرش اینه ای چپش نخید گرفتگیه شیت گاوی تو همیجا دای اکا در زبان صدقه سفیدیش پارتو سفیدیش بله در نام صدقه اینه میکیسم ده چانس میداشته باشیم اینه میتم تا اینه با دزی واش که دیگه اینه گودکام دا گرفتم این ما شما اینه یا خدمت که در نام صدقه همون گاوی پیشونی خشخره هوزی میوین صبر که یک لحظه بسیار خوب تعریف کردن که فولبینی خوبه گفتن الو زنک همون گاوی بزبلی سیاه کو پیشونیش خشخه سفید پوچور سفید دمش بریدگی همون را ادری آقل من برور سوی بش آمده کو ایت جزیر شده این یگان روش نیست دیگه اگه جورا میرم کبلید میکنیم شم اینا دیگه نمیشم کاملا نکنم این جورا همی انا که اوکولو میگیریم نه اکا جون التماس نمی اوکولا نگی یا ایلاج که همیشه به اوکول بکنم اکا جون یگان روحش باشه که این قطعی من کمام اوکول خدی همین یه وقت دیگه هم کان دادم یا چه اوکول کرده بود یا دکتری دیگه شبی در روز این علاوه گفتم سیل کنم که التماس ایت خواهش میکنم یگان روحی دیگه شبیه
اکا جان آخی ما اوکال برای فایده خودتون میگیم آخی اوکال میکنیم دندانتون کرخ میشه آزاد میکنیم میگیریم شا ما فهمیدم دکتر جان شما را شما برای فایده من گفتین نه که من شما را فهمیدم که همه چیز مدن نمیگه ارگانیسم دو وقتی درد میکنه اکا جان شما اقلا عرق نداره که ما بخوام همی کرخ شا بکنه آقی اینجا تو مگزین های عرق نه نداریم عرق اقلا سپیر نداره سپیر بیارین اکا جان 100 گرم سپیر بیارین سپیر داریم انا سپیر که داشته باشین بیارین ما میخرم کرخ میشه شما آزاد بکنین میشه دارم خیلی میشوه شید انا بشوه خوازی ما شما ده حالی به ما ایجن 100 گرم سپیر میارم کلو خیلی دستیش بیسار کن انا اکا جان انا من سپیر تایا اکا جان ولی بیا که خبرسیم نکنداره ولی بیا که خبرسیم کلاش آکادون رو می‌بینید ساروسی مانش ولی بیا اونجا تا می‌کنی آکان کابینت بریم کابینت می‌کنیم اونجا جوی چی هست حالا که چی کرخ شده باشه میریم کابینت می‌کنیم ولی بیا کو کرخ نشده ولی آکادون نشده یا کم داره که کم نیست اسپید کم ترک دیگه او کم داره که باشه بیار آکادون اینا دردش مونده ولی درد داره ولی هم درد چی کم ترک دیگه اینا کم ترک دیگه این دفعه باید کرخ شود ما همیشه ده یارو مالو بدون داری جشم مکر رحمت دکتر جون تو چی کرخ شی؟ چوه؟ ولی کوبی خان دکتر جون یا 100 گرم دیگه نمیاری 100 گرم دیگه بری ممکن خوشو کرخ شود ولی او خم نشیده؟ نه ولی هم درده نه درده ولی هم درده شی دوزی حالا این اکا جون انا اکا جون رفتیم دندانتو در کابینت بکنم برای چی؟ چه برای چی؟ و گفتی که سپیر بیار بزنم دندانم کرخ شو باید بدی بکن انا برای همون رفتیم دندانتو بکنم دندون کی رو میکنی؟ و دندانی تر آخی واه این دندونی من تو ده به سرعی باید کی میکنی؟